میتونه به همین روش تثبیت کنه، یا حداقل اگه قلعه شاهی نباشه یا قلعه نظامی رو میتونه همینجوری تثبیت کنه. باید کاوش داره مطابق با اینجا انجام بده. میبینید دوستان ما الان زل ایمریش که برسیم پر از نمادهای حیوانی الان تو کادر میفتیم. این روایت اکثر کارگزاران هستن و کارهای وزیری در اون چاه ها دفن شدن. لزوما داخل اون چاه نه، اون چاه در واقع نگهبان دفینه خود وزیر بوده. بله الان میرسیم به محمد جایگاهی. پر از نمادهای حیوانیه. بله دوستان گرامی، خسته نباشین. ما پرسپکتیوی که ما داریم میبینیم دوستان درست مشرف به یک قلعه نظامی هست که یکی از روستاهای اینجا وجود داره که یکی از عناصر اربعه در اون پسوند اون روستا هست. بله مثل آب، باد، خاک، آتش، مثل روستای ششاب یا روستای دیگه. نمادهای حیوانی رو ببینید دوستان. نمادهای حیوانی همه مربوط جایگاه ایزدان: ایزد بهرام، ایزد سروش، ایزد رشنو که زیر مجموعه 33 تا ایزد اهورامزدا هست. بله خب مثلا سنگای منطقه حالت از جنس سیلیس و بازالتی و تراورتن هستن. بله اینه که برای شناخت قلعه نظامی دوستان این مد نظرتون باشه. موفق و پیروز باشید.